خب امروز کیه در دنیا که با مسلمان ها دشمنی میکنه، ستیزگری میکنه، اونها رو میکشه، زنشون رو، مردشون رو، فرزندشون رو، اونا رو از خانه و دیارشون بیرون میکنه؟ او کیه؟ دشمن صهیونیست در قرآن روشن‌تر از این توصیف بشه؟ فقط هم دشمن صهیونیست و ظاهروا علی اخراجکم، کسانی که کمک میکنن به او. کی کمک میکنه؟ اگر کمک آمریکا نبود، رژیم صهیونیستی قدرت داشت، جرأت داشت که اینجور وحشیانه با مردم مسلمان، با زن و مرد، با کودک در اون محیط محدود اینجور رفتار بکنه؟ نمیشه با اینها، با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمیشه با اونها با ملایمت رفتار کرد. چه اونی که مباشر قتل است، چه اونی که معاون قتل است، پشتیبان قتل است، چه اونی که خانه رو ویران میکنه، چه اونی که از ویران کننده خانه پشتیبانی میکنه.